مردم اصل و فرعتون رو لعن میکنن، به سلول بدنتون لعن میفرستن، چون شرمنده زن و بچه هاشونن. قحطی این نیستش که بری تو مغازه چیزی نباشه بخری، قحطی اینه که نداری بخری. چند دهک از مردم این کشور تو قحطی دارن زندگی میکنن و لعنتون میکنن، چون شرمنده زن و بچه هاشونن، چون کار نیست، کار میکنن زندگیشون نمیچرخه، چون هر چی میدونن رو ترد میلن، نمیرسن زورشون به تورمی که شما درست میکنید. چه کرده اند با دلت ایرانم، که نام تو که می رود دلم خون است. همسن ساله من همه بهترین لباس رو می پوشم، بهترین ماشین زیر پاشم، ولی من سرم باید تو آشغالیا باشه، ضایعات جمع کنم.